وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید. وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید. وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید. شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام. بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشید. قحط جود است آبروی خود نمیباید فروخت. باده و گل از بهای خرقه میباید خرید. گویا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش من همی کردم دعا و صبح صادق میدمید. با لبی و 100,000 خنده آمد گل به باغ. از کریمی گویی یا در گوشه‌ای بویی شنید. از کریمی گویی یا در گوشه‌ای بویی شنید. دامنی گر چاک شد در عالم رندی، جامه‌ای در نیکنامی نیز میباید. این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت؟ این تطاول کز زر زلف تو من دیدم که دید؟ عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوش ایران را ز آسایش طمع باید برید. تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد. این قدر دانم که از شعر ترش خون می‌چکید. خب همونطور که در یک قرائت اولیه به چشم بیاد، حافظ اینجا چند مسئله رو مطرح کرده. ظاهرا این غزل نوروزی بهاری است، ولی دفعه سیاسی میشه و میره تو عالم رندی و بعد این مفاهیم باعث شده که بعضی یک طرفه جواب حافظ قضاوت میکنن. مثلا بعضی اون رو یک شاعر کاملا سیاسی تلقی میکنن، میگن حافظ سیاسی ترین شاعر تاریخ ایران. یک رگه‌ای داریم تو ادبیات معاصر که میگن حافظ کاملا شاعر سیاسی است. باز یک چیزایی تو همین غزل هستش که میره به سمت اون گروهی که سردستشون آقای شاملوست و معتقدند که حافظ اصلا به چیزی اعتقاد نداره. حافظ اصلا به چیزی واقعا اعتقاد نداره، فقط بازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر مفهوم زیبا که هست حافظ میگیره و حرف دل خودشو میزنه. عرفان، قرآن، بعد کلام، فلسفه، مسائل سیاسی. هدف حافظ کس خلق زیباییه، نه معنا. زیبایی مهمتره یا معنا؟ در نظر اینها زیبایی از معنا مهمتره. هر چی معنا قوی باشه محدوده، ولی زیبایی نامحدوده. خیلی نکته مهمیه. با قول شاملو، حافظ یک لاقبای کفرگو چیزی، اما اینکه این حرف درسته یا غلط به هر حال باید روش تأمل بشه. در همین غزل باز نظر دومی مطرح میشه که درست ضد نظر اوله و اون نظر استاد مطهری و پیروانش که کم هم نیست تو ایران، که حافظ یک بیت غیر عرفانی هم نداره. تمام شعرهای حافظ عرفانی است. قول خود حافظ، بیت شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. یعنی همین غزل از اون منظر نگاه کرده بشه یک دوره عرفان مختصر رو داره ما می‌آموزه. طیف مقابل طیف اول میگم که حافظ در همه موجودات ظاهری اون باطن رو میبینه و یک عرفان متعالی رو مطرح میکنه. حتی اسم شاه رو هم که میبره منظور شاه نیست، منظور خداست در این قالب. نظر دوم. نظر سوم هم که خب
متعادل تره نظر استاد دکتر زرینکوب و شاگردانش رو که شعر حافظ نه کاملا عرفانی است نه کاملا الهادی، یک شعر انسانیه، یک شعری است که انسانی است. یعنی چی؟ یعنی حافظ به تعبیر خود دکتر زرینکوب انسان کامل نیست، کاملا انسان است. این منظر هیومانیستیکی، این منظر انسانگرایانه نسبت به حافظ داره. این سه نظریه است که در ادبیات امروز فارسی در مورد حافظ، این نظریه چهارم آروم آروم داره مطرح میشه که در هیچ یک از اینها جا نمیگیره. و اون همینی که عرض کردیم که مقدمش رو شاید پورنامداریان باز کرده و داره به اون سمت پیش میره آروم، که شعر حافظ در هیچ یک از این قالب سگانه نمیشه جا داد اصلا. این که بگیم کاملا عرفانی، کاملا الهادی یا کاملا انسانی. اون چی که حافظ رو حافظ کرده اینه که حافظ تا به حال قالب نپذیره، هر گونه قالبی حافظ رو خرابش میکنه، حتی منظر انسانی. خب حالا این 4 تا منظر رو در نظر داشته باشیم که ببینیم این غزل با کدومی که بیشتر میخوره، با کدامی که بیشتر مطابقت میده. من نظر خودم اینه که در واقع شعر حافظ با خود ماست که معنا پیدا میکنه، یعنی به تعداد آدم ها یک قرائت خواننده محور، نه روی کرده مثلا سیستماتیک. آره. که خودش هم اینو بارها کرد، همون جمله که عین‌القضات میگفت که ای عزیز این شعرها را چون آینه دان، آخر دانی که آینه را صورت نیست. حافظ میگه من آینه گذاشتم با شعرم، هر کسی خودش رو میبینه. تو کجایی؟ حافظ همونو برای تو. و از همین جاست که اون غیب آروم آروم خودشو نشون میده. غیب یعنی پیدا کردن خودم در اون چه که روبروی من هست. جهان هم همینطوره. خدا کجاست؟ حالا نمیشه باز کرد خیلی، ولی من این ذره اشاره میکنم. خدا در هستی کجاست؟ به قول میگن که حالا خسته نشید، میگن که میر داماد برای میر فندرسکی قربایی فرستاد و این سوال ازش کرد که ای سر ره حقیقتی کان سخا، در مشکل این، در معضل این مسئله تو جوابی فرما. گفتی که خدا بود و دیگر هیچ نبود، چون هیچ نبود خدا کجا دارد جا؟ میگه خدا، گفتی کان الله ولم یکن معه شیء، چون هیچ نبود خدا کجا دارد جا؟ شاید هم بین شیخ بهایی و میر داماد، الان من تو مدت هاست ذهنم از این مسئله دور نمیدونم فندرسکی یا میل میر داماد یا شیخ بهایی، که شیخ بهایی از میر داماد میپرسه تفسیر کنیم. بعد میگه که ای صاحب مسئله تو بشنو از ما، تحقیق بدان که لامکان است خدا. خواهی که شود میدونم سر مسئله بر تو پیدا، گو جان در بدن تو کجا دارد جا؟ میگه خدا جان جهانه، جان در جسم تو کجاست؟ اگر بگی نیست پس تو میتی، من مردم مگه جان ندارم. اگر جان دارم جان کجای من است؟ آقای موسوی کجای من است جان؟ خیلی نکته. البته اصل این تفکر مال ابن عربی است. یعنی شما تو ادبیات فارسی یادتون باشه هر یک نقطه اینجوری مثلا یک جرأت در ابن عربی پیدا کنید. اون یک تزی داره که حق و خلق در واقع حق بطن خلقه و خلق ظهر حق، حق باطن خلقه و خلق ظاهر حق. خیلی نظریهش جالبه، از اونجا گرفتم. خب حالا اگر ما این شعر حافظ رو که میگه غیب به درون شماست بخوایم نسبت به خدا و غیب واقعی، غیبی که شخصی نیست این پیاده بکنیم، خدا که غیب ترین غیب هستی در کجاست؟
کلاس حافظ قرار نیست که هر جلسه غزل بگیم برید، ممکنه یک بیتش 2 جلسه طول بکشه. منات روش شما اینجوری بوده میدونید دیگه. ممکنه یک غزل 1 جلسه تمام شه، ممکنه یک بیت 2 جلسه تمام شه. خب شما میدونید که در قرآن شرط اول ایمان رو چی گفته؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الف لام میم، این که خب کسی هم نتونسته بگه دقیقاً یعنی چی، حروف مقطعه معناش چی. چندین تا جایی که من میدونم 39 تا نظریه در این زمینه گفتن که حروف مقطعه معناش چی. الف لام ذالک الکتاب، آن کتاب که برای احترام نمیگه این تلک الکتاب، ذالک الکتاب، آن کتاب این قرآن، لا ریب فیه که هیچ شکی در حقیقت این قرآن نیست، تعبیر خود قرآن، هدی للمتقین، هدایت است برای متقیان. آن متقیان کیند؟ اینجا عطف بیانه، الذین یؤمنون بالغیب. اولین شرط حقیقت ایمان، ایمان آوردن به اون چیز که غیب میگوییم. خب غیب چیست؟ به چی باید ایمان بیاریم ما؟ آنچه که شرط اول ایمان غیبه، خب آقا تفسیر کن برای ما غیب چیه؟ باز در این زمینه مفسران خیلی با هم دعوا دارن حقیقت غیب کجاست. تردید امروز نیست که خدا در بالا نیست. وقتی اینجوری میکنیم، خب ما امروز دیگه علم انقدر پیشرفت کرده که این رو مسجل بدونیم که کره زمین گرده. من اگر در ساعت 11 شب دارم در مسکو بالا میگم خدایا، همون زمان در آفریقا یک بچه دیگه اون ور زمین میگه خدایا. یعنی در نظر بگیرید که اینجوری که اینجوری، یعنی اگر خدا بالا باشه اون یکی یه حالت میشه دیگه. چجوری میشه پس توجیه کرد؟ اگر غیب در آسمان است، خب این برای آسمان است، اون برای چجوریه؟ فکر می‌کنم. بعد مسیحی‌ها معتقد بودن که خدا بر آسمان است، ولی خیلی بین چشم چپ و راستش مثلا 60,000 کیلومتر فاصله است. هستی رو نگاه میکنه میتونه همه میگن الله ببینم، خدا که میگن ببینم. این یک تفسیر خیلی قرون وسطایی و سخیف از خدا. ولی حافظ میگه نه، غیب در بیرون نیست اصلا، غیب در درون معنا پیدا میکنه. خیلی داره نکته باریک میشه. پس وقتی میگیم جبرئیل وحی آورد بر پیامبر، این از کجا؟ این از آسمان وحی آورد؟ دیگه از این بیشتر نمیشه خیلی بازش کرد. ولقد رآه بالافق المبین، یعنی چی اینجا؟ پیامبر رو در افق آشکار دید. نزله علی قلبک فلان. پس ببینیم قرآن هم مثل یعنی حافظ هم مثل قرآن یک بیان رمزی تو در توی داره که به این راحتی تن نمیده. واقعا حافظ از این جهت زیر ساختار قرآن، نه از اون جهت که یک آیه را آورده مثلا این فلان کرده. در این تردیدی نیست که گفتن ان للقرآن بطنا و لبطنه بطنا الی 7 ابطن. قرآن ظاهری داره و باطنی تا 7 تا باطن، بلکه گفتن تا 70 باطن داره قرآن که عوام فقط باطن اول رو میگیرن، دوم، سوم و اون بطن 70 رو فقط اولیاء خاص الهی و خود پیامبر درک میکنن. ممکن هم درک نکنن. من میگم حافظ هم یک همچی بلا تشبیه همچی حالتی داره. خب حالا اگر غیب اینه که حافظ میگه به درون باز کن، دیگه وقتی ما میخوایم نماز بخونیم لزومی نیست که فقط فکر کنیم که مثلا بالاست خود قرآن میگه چی؟ اینما تولوا فثم وجه الله، قل لله المشرق و المغرب. یک منظری جدید باز میشه. خب پس ما به عنوان آدم ها با خدا نسبت اون چیه؟ خیلی مسائل هی میاد جلو، نه؟ که چیکار بکنیم؟ پس ما غیب جهان بیرون از جهان نیست، خدا بیرون از جهان نیست، خدا بالای آسمان نیست.
اون نظریه اصلی تصوف اینجا مطرح میشه که مهمترین جایگاه خدا کجاست؟ در درون قلب آدم. آشکارترین جایگاه خدا. لا یسعنی ارضی ولا سمایی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن. مرا در آسمان ها و زمین نجویید، گنجایش من اونجا نیست. مرا در نزد دلهای پاک بجویید. لا یسعنی، من نمی گنجم فی ارضی، در آسمان، من در زمین، بل یسعنی قلب عبدی المؤمن. خب ببینید یک مثالی رو من اینجایی زدم، بد نیست حالا چون اینجا جلسه اول هستش فکر می‌کنم. نه خوش. یک روز بایزید بسطامی داشت میرفت به مکه. خیلی تمثیل پرمغزی آقای طباطبایی، واقعا میشه من خودم 12 سال دارم روش فکر میکنم خدا شاهد و هنوز به تهش نرسیدم. بدون تعارف هست میکنم. داشت میرفت مکه، میدونه که بایزید 70 حج کرده طبق روایات، غالبا هم پیاده بوده. داشت میرفت مکه و در نزدیکی های این غرب ایران سهرور ظاهرا یک پیری برخورد کرد بایزید. گفت کجا میری؟ گفت دارم میرم مکه. اینو شمس تبریزی آورد. گفت چی همراه داری؟ گفت یک کیسه دید بدره زرد. بدره این کیسه های کوچیکی که اینجوری میبستن، اینا رو میگن بدره. گفت بده به من، 7 بار دور من بچرخ برگرد، حج تو مرا. ما گفتن 7 بار دور کعبه بگردی، دور تو برای چند بگردی؟ بعد یه خطی براش کشید، گفت که ببین فرض کنین کعبه توش خداست، توش نوزم بریم، خدا جسمانیت نداره. گفت خب اگر برید توی کعبه به کدوم سمت نماز میخونید؟ قبلت کدوم سمت؟ داخل کعبه. ما همه به سمت کعبه نماز میخونیم، قبلت. حالا اگر بریم تو خود کعبه به کدوم سمت نماز میخونیم؟ بایزید یه مقدار ذهنش درگیر شد و گفت که من والا موندم، به هر سمت میشه. گفت بله به هر سمت میشه. پس گفت خدا داخل کعبه نیست، این که میگن بیت الله، خانه خدا، اضافه تشریفیه، مثل ناقة الله، خدا که شطور نداره که، مثل یوم الله، خدا که روز نداره. بعضی خانه ها بعضی چیزا رو مقدس میکنن. گفت خوب گوشات وا کن بایزید. این مثالی که میزنم یک با اساس یک خطی روز اینجور کشید. گفت فرض کن 4 نفر از 4 طرف به سمت کعبه در حال سجده‌اند. 4 نفر از 4 طرف به سمت کعبه در حال سجده‌اند. خدا که در کعبه نیست، خدا جسم نداره در جایی باشه. حالا اگر فرضاً این کعبه رو ورداریم از میون، این 4 نفر در به کی دارن سجده میکنن؟ کعبه رو یک لحظه فرضاً که خانه خدا که اونجا نیست. اونجا یعنی مهمترین جایی است که میشه به خدا رسید، نه اینکه خدا اونجا زندگی میکنه. چون اونجا ظهور کرده خدا یک بار. بر اساس روایاتی که هست بیت المعمور و کعبه موازی همن. خب اینا نماده. حالا اگر کعبه رو فرضاً پاک کنیم، اینها به کی دارن سجده میکنن؟ بایزید بیهوش شد، افتاد، قش کرد تعبیر امروز. و اون از اونجا آروم آروم اون معراج و اون شدیاتی که بعدش گفت بهش دست داد. رو این فکر کنید به نظر شما این 4 نفر به چه کسی سجده میکنند اگر کعبه نباشه؟ به هم دیگر. آفرین. یکیش اینه، یعنی این رو به قلب اون رو به قلب این، به خدایی که به غیب داره اشارت میکنه. خدا آنجاست. مغول صفای اصفهانی تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. خدا در دل سودازدگان است، بیایید بیایید مجویید زمین را و مپویید سما را. این نقطه قوت عرفان ما دقیقا همینجاست
که حافظ پرچمدار این نقطه است، پرچمدار این قدرته. بحث خیلی طولانی میشه، فقط من اشاره میکنم. در هومانیسم غربی، در هومانیسم غربی خدا رو قربانی کردن که انسان رو بیارن بالا دیگه. نیچه به صراحت میگفت که انسان خدا رو ساخته به یک معنا، نه خدا انسان. این نفی میکنه که میگه اون خدایی که در تاریخ هست ساخته ذهن انسانه برای که خودش رو توجیه بکنه، بی معناست. انسان بی معناست مگر اینکه چیزی به نام خدا برای خودش بذاره. و چون ما میدونیم که این مهملاته، این حرف نیچه است، مهملاتی که مفیده، مهمله ولی مفیده، کاراست، نفی میکنه مهملات رو. و انسان رو اینجوری بی پناه کرده واقعا از این جهت، بیچاره‌اش کرده. ولی عرفان ما به جای اینکه خدا رو نفی بکنه، برعکس انسان رو میاره بالا و خدا رو در درونش نشون میده. نقطه قدرت عرفان اونجاست که این با این تمثیل و صدها و صدها همین تمثیل رو مولانا هم جایی گرفته. ای قوم به حج رفته، کجایی کجایی، معشوق همین جاست، بیایید بیایید، معشوق هم تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما بحر این تحت تعلیمات شمس ها. چرا این و حافظ ما همه رو خونده، همه رو خونده. یعنی شما مطمئن باشید در عهد حافظ تقریبا کتاب مهمی نبوده که اون نخونده باشه و هی هضم می‌کرده. محمد گلندام که میگه شغل شاغل حافظ قرائت کتاب و دیوان بود و هیچ شغل دیگر انتخاب جز یک کارمند بود. حافظ تعبیر امروزی میدونید کار کارمندی داشته، کارمند دیوان بوده. مثلا تو چجوری تمثیل بزنیم بود، کارمند آموزش پرورشی که مثلا این کار متوسط داشته و میرفت کارش انجام میداد و میامد از خانه و تو شب فقط کتاب میخونده و کار به کار کسی هم خیلی نداشته و بسیار باهوش بوده. اگر وارد مسائل سیاسی میشد ایران از همچین شری محروم میشد. به همین خاطر میگه حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تاوت ورد دعا و درس قرآن هم میخوند. خب یکی از نعمتهای خدا بود که حافظ رو ما شخصیت سیاسی ندیدیم. ما خواجه نصیر نشد برای ما نخست وزیر نشد، فلان نشد، حافظ موند. بسیار از شخصیتی که الان در دنیا آوارن اگه اینا یه ذره طمع سیاسی رو کم میکردن، واقعا میگم میل به قدرت درشون کم میشد، الان ادبیات امروز و فرهنگ امروز ایران خیلی چهره‌های دیگه ای داشت که نداره دیگه، به خاطری که قدرت محل نزاع دیگه. همه دوست دارن قوی باشن و پولدار باشن و در این میل ذاتیه در آدم. حافظ رو در خودش کشت به خاطری که بتونه چیزهای دیگه، اینا رو میگه، حرف من نیست، حالا آروم آروم ان شاءالله در جلسه آینده بهش اشاره خواهیم کرد. خب این غزل رو با این دیدگاه غیب، محور عمودی و ارتباط انسان با خدا که ارتباطی است روی هم نه کنار هم. انسان و خدا رو به رو و در عرض هم نیستن، در درون هم دایره‌وار معنا پیدا میکنن. اگر بخوایم مثال بزنیم، سنگی رو که می‌ریزید توی حوض، اون دایره هایی که ایجاد میشه مرکز خداست و هر کسی به میزان قابلیت و استعدادی که داره در دور این دایره خودش رو معنا پیدا میکنه، معنا میده. مثالی است که میشه روش فکر کرد، مخصوصا با این تمثیلی که این پیر برای بایزید زد. خب این از غزل‌های تقریبا متوسط حافظه، یعنی خیلی غزل سنگینی نیست. ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید. آذار ماه اردیبهشت رومی رو میگن. آذار با دالزال تقریبا ماه نیسانه. ماه نیسان از 20 فروردین شروع میشه تا 20 اردیبهشت که بسیار بارانزاست. هنوزم بعضی کشورها میگن آذار. ابری که خیلی در اون برکت و آب زیاده. باد نوروزی وزید. وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید. خب ابر آذاری برآمده است، برآمد بالا آمد دیگه و باد نوروزی هم مثل الان شروع کرد به وزیدن. وجه می میخواهم، پول شراب میخواهم و مطرب، و این مطرب هم میخواهم که میگوید رسید. سه جوری نمیشه خوند. که میگوید رسید یعنی این رسیدش بیا به خرج من برو.
اولیش اینه، یعنی از همه واضح‌تر اینه: وجه می میخواهم و مطرب که میگوید این رسیدیش، برو به خرج من. یکی از مشکلات ظاهری حافظ این بوده که وقتی میخواسته بره پیاله‌ای بخوره پول نداشته، حالا به معنی ظاهری یا باطنی. بارها اینو گفته: در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. به جایی میرسیده که حالا من میگم معنی ظاهری فعلا میکنیم، میرفته کتابش رو، پایان‌نامه‌ش رو، کتابش هر چی داشته